من انیس هستم و اینجا قراره که با هم یه سفر خیلی خوشگل رو تجربه کنیم. یالا چطوری؟ خب دو تا دلیل داشتم برای اینکه کارم زدم. یکی این که من خیلی تنها بودم و دوستای زیادی رو ندارم. حالا کلا تو زندگی دوستای زیادی ندارم چون یکی یا دو تا دوست داشتم. دوم این که من خیلی خوشم میاد که دوربین بذارم و بشینم صحبت کنم راجع به هر چیز. از اونجایی که من هفته‌های سختی رو پشت سر گذروندم تصمیم گرفتم که یه کانال یوتیوب بزنم و اینو با بقیه به اشتراک بذارم. نمیدونم انگار مثل که سفر بهش نگاه کردم که اگه من قراره تو این جاده حرکت کنم مخاطبای خودم رو هم بگم. خب حالا سفر ما چجوریه؟ ببین وقتی که مهاجرت می‌کنی یا وقتی که یه اتفاقی تو زندگی میفته، این یه سری اتفاقات، حالا هر چیزی برای من مهاجرت میتونه باشه، بعد یه چیز دیگه میتونه باشه، نمیدونم هر چیزی که میخوام اسمش بذارم. این بخش از زندگی من مهاجرت. اینجوریه که تو این مسیر تو یه چیزایی رو داری میری، یه سری چیزا رو بگی. من خیلی چیزا رو دارم تو این راه میرم. ببین احساس کردم که باید خود واقعیمو بذارم تو معرض دید بقیه و فیدبک بگیرم، جمع کنم دور خودم آدمایی که مثل من فکر میکنن. اینجا یه حس تنهایی خیلی عجیبی داری، خیلی عجیب، و احساس میکنم که میتونم کامیونیتی تشکیل بدم، بدونم این حس رو خورده خونسا کنم. این یکی از دلایلی که من خواستم این پیجو بزنم و اینکه من واقعا توی شرایط روحی روانی خوبی اصلا قرار نمیاد. اولی که اومدم خیلی همه چیز خوب بود و الان توی برهه‌ای از زمانی گیر کردم که هیچ چیزی خوب نیست، هیچ چیزی نمیتونه حال منو خوب کنه و به خودم قول دادم که ذره ذره قدم بردارم و شروع کنم. من برای هر چیزی که میخواستم و اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یه قانون برای خودم گذاشتم. هر روز یه کار خیلی کوچیک انجام بدم چون واقعا نمیتونم انجام بدم. من واقعا قفل کردم، قفل. این که میرم سر کار، میام میخوابم تا چرخه بعد. من خواستم که یه توضیحی داده باشم که این چنل چرا دارم میزنم و میخوام چیکار کنم، هدفم چیه و امیدوارم میتونم کسایی که مثل من هستن رو پیدا کنم و دوستان خیلی خوبی داشته باشم. عاشق راه دلان نیستم و در این اینطوری کامیونیتی تشکیل دادم و مرسی که من دنبال میکنید. اگر ببینید که واقعا خوشحال میشم اگر کامنت بذارید بفهمم توی راه تنها نیستم، بیشتر و بیشتر خوشحال میشم. توی ویدیوی بعد میخوام راجع به یه چیزی میخوام برنامه‌ریزی کنم و از این وضعیت بیام بیرون. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. بای.